خب سلام دوستان، امیدوارم هر جا هستید موفق و پیروز باشید. یک ویدیو کوتاه میخوام براتون بسازم در رابطه با همین سایت بیت کوین رایگان که سایت معتبری هم هست. بنده تحقیق کردم در رابطش. آدرس رو زیر همین پست براتون گذاشتم. با همین آدرس وارد میشید، گوگل کروم رو باز کنید، آدرس رو وارد کنید و اینتر بزنید. وارد ثبت میکنیم تا وارد سایت بشیم. سایت از طریق تبلیغاتی که توی قسمت‌های مختلف سایت خودش داره پورسانت از کارفرماها دریافت میکنه و بابت حضور شما توی سایت و بازی کردن و به دست آوردن بیت کوین بهتون پورسانت میده. بذارید من وارد سایت بشم. از طریق جیمیلی که دارم روی گزینه کلیک میکنم. از طریق فیسبوک میشه، اینستا میشه، ولی خب من جیمیل که دارم از طریق جیمیلم وارد میشم. به همین صورت وارد سایت میشید. خب من که میدونید قبلا ثبت نام کردم، ثبت نام هم در همین حد بود. با جیمیلتون وارد سایت میشید و تمام. یک کد کاربری برای خودتون ایجاد کردید. قسمت های مختلفی داره. میزانی که توی حسابتون هست، میزانی که دپوزایت کردید، یعنی یک بیت کوین اگر بشه میتونید داخل سایت دپو کنید و ازش پورسانت بگیرید، و میزانی که برداشت کردید اینجا هست و اگر 6 روز آنلاین باشید رجیستر میشید دیگه و مشکلی نخواهید داشت برای برداشت. این تبلیغات هایی هست که سایت انجام میده و از انگار ارزم به حضورتون اون شرکت یک پورسانتی دریافت میکنه. اینجا قسمت های مختلفی هست، لول هایی هست. بازی اگر کنید لول بندی داره، اگر نفر عضو کنید لول بندی داره و میزانی که آنلاین هستید داخل سایت و دارید به صورت رایگان دریافت میکنید بیت کوین هم لول بندی داره که هر لول خودش باز یک مقدار بیت کوین رایگان بهتون میده. این از این موضوع. ما اینجا گزینه های مختلفی داریم. قسمتی که میتونید به رایگان بیت کوین دریافت کنید فری بیت کوین هست که اینجا کلیک میکنم من براتون. هر 24 ساعت 10 بار و هر یک ساعت یک بار میتونید کلید رولی که اینجا ظاهر میشه رو بزنید. من تقریبا 20 دقیقه پیش این کار رو انجام دادم. 37 دقیقه دیگه یک کلیک اینجا ظاهر میشه که روش نوشته رول، که وقتی کلیک کنم این مقدار بیت کوین به هم اضافه میشه. شما وقتی روی رول کلیک کنید یک عددی اینجا ظاهر میشه که اعداد اگر بین این اعداد باشه همین مقدار بیت کوین به شما تعلق میگیره. اگر زیر 9985 باشه که این مقدار بیت کوین به شما اضافه میشه. این از این موضوع. این برای دیگه خب اتفاق هم افتاده، ولی خب دیگه شانستون یک بار میبینید که یکی از این اعداد در میاد و با کلیک کردن روی رول موجودی حسابتون خیلی افزایش پیدا میکنه. این که مقدارش واقعا زیاد هست. این تقریبا دقیقا نزدیک به یک بیت کوین هست که میشه $10,000. ارزم به حضورتون که اگر در نهایت رول رو زدید و یک ساعت تایمتون داره میگذره و حوصلتون سر رفت، میتونید وارد بازی هاش بشید و از اینجا باز بیت کوین به دست بیارید. اسپین هست اینجا میاد به صورت شما کلیک که میکنید میاد شرط بندی میکنه و اگر دو تا مثلا بیت کوین شکل بیت کوین کنار هم باشه این مقدار بهتون بیت کوین میده. اگر اتریوم مثلا 3 تاش کنار هم باشه این مقدار بهتون بیت کوین میده. این دیگه حالت شرط بندی رو داره و بازی داره. و مثلا فرض مثال اینجا الان 5 تا از این شکل کنار هم هست، 5 تاش این مقدار بیت کوین بهتون اضافه میکنه.
بازی بعدی که من خیلی علاقه دارم باش کار میکنم این بازی هست که به صورت مارتینگل میتونید ازش استفاده کنید. این مینیموم و ماکسیموم موجودی حسابتون رو بهتون نشون میده. روی مینیموم میتونید کار کنید. من به این صورت کار میکنم، مثلا همه رو روی بلک میگیرم و بت میزنم. بعد اگر باختم اینجا 5 تا خونه بیشتر نشون نمیده. خونه قبلی رو اگر نشون میداد من اینجا یه دونه 1 باختم. بعد دوباره روی همون بلک، البته ضرب در 2 رو زدم 2 برابر شد. دوباره روی همون بلک بت کردم و دوباره باختم. دوباره ضرب در 2 کردم موجودی رو و روی بلک و بت زدم و این بار بردم. متوجه هستی؟ این به این حالته و هر دفعه دیگه بعدش دوباره زدم خب بردم. با این حالت هم میتونید بازی کنید و بیت کوین به دست بیارید. و بعد از اینکه بازی کنید باز وارد اون قسمت لول بندی ها که بشید، مقدار بازی هایی که انجام دادید هر درصدی که بره رو به بالا 100% بشه، باز بهتون همین مقداری که اینجا گفته بیت کوین رایگان میده. یعنی شما هر جور دور بزنید اینجا بهتون بیت کوین رایگان رو میده. بازی کنید، فری بزنید، اینا درصد رو که پر کنید باز بهتون بیت کوین رایگان میده. بازی های دیگه هم داره که دیگه نگاه کنید. من مثلا اینجا زدم باز دوباره بردم. بازی های مختلفی داره، اینها رو خودتون مرور کنید. اینجا تاس میندازه، میگه اگر بین این اعداد باشه بهتون این مقدار 2 برابر پولی که گذاشتید، بیت کوینی که گذاشتید بهتون میده. اگر اینجا 7 جمع این دو تا تاس 7 بشه 5 برابر و اگر بین این اعداد باشه که 2 برابر بهتون بیت کوین میده. خیلی روتین و مشخصه. اینجا باز لاتاری هست، اینجا میتونید باز بازی کنید و در نهایت میتونید عضوگیری هم بکنید. اینجا اون آدرسی که میخواید اعضا به شما عضو بشن از اینجا کپی میکنید، براشون میذارید، میان زیر مجموعه شما و اونا اگر 10 بار رول رو بزنن و باز این مقدار بهتون بیت کوین اضافه میشه که این خیلی عالیه. به نظر من سرعت این اتفاق از همه بیشتره. این توضیحاتی بود که من از این سایت متوجه شدم و بهتون گفتم. اینجا دپو سایت هست که میتونید به سایت 1 بیت کوین اضافه کنید و ازش پورسانت بگیرید. اینجا هم میزان برداشت هست که به این مقدار برسه میتونید بیت کوینتون رو برداشت کنید. اگه فعالیت داشته باشید توی سایت، دوستان بودن که فعالیت داشتن بعد از تقریبا 15 الی 20 روز نصف این مقدار رو به دست آوردن و عرضم به حضورتون یکی از دوستان توی 1.5 ماه این مقدار بیت کوین رو برداشت کرده که عدد خوبی هم هست دیگه، تقریبا نزدیک به $3000. عدد خیلی خوبی هم هست. کار کنید. اگر کار کنید نخواهید مثلا در کنار ترید زدن، حالا مثلا میتونید هر 1 ساعت بیاد یه سر بزنید و یک رول بزنید رو بازی کنید و از این مجموعه بگیرید. اگر تو این سایت کار کنید درآمد خوبی میتونید داشته باشید بعد از 1.5 ماه 2 ماه. بالاخره یه چیزی هست کناره و انشالله که موفق باشید. این چیزی بود که من تونستم، اطلاعاتی بود که بهتون بدم. این قسمت هم قسمت برداشت هست که ولتتون رو انتخاب میکنید. خب بیت کوین ولته، بعد آدرس ولتتون رو اینجا وارد میکنید و میزان بیت کوینی که میخواید برداشت کنید و کلیک میکنید و به حساب بیت کوینتون میشینه و نشسته. یعنی من سایتی که اتفاق خوبی توش نیفتاده باشه به دوستان معرفی نمی کنم. این برداشت رو دوستان من داشتن، حالا کارآموز هام توی کانال نه، ولی دوستانی که این سایت رو به من معرفی کردن دوستان نزدیکم بودن و برداشت رو داشتن. انشالله که شما هم کار کنید و به برداشت برسید. موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار.